همه ما نقش مهمی در رسیدگی و گزارش ادعاها یا شکایات و یا خطرات آزار و سوء استفاده جنسی ایفا می‌کنیم. گزارش این وقایع یک مسئولیت مشترک و الزامی برای همه کارمندان، ادارات همکار و ارائه دهندگان خدمات است. اگر کسی به شما مراجعه می‌کند، خواه قربانی باشد یا شاهد و یا کسی که نگرانی دارد، مراحل اساسی زیر را دنبال کنید. گوش کنید و باور کنید. همیشه به فردی که گزارش می‌دهد باور داشته باشید. با همدلی و احترام گوش کنید و اطمینان حاصل کنید که گوینده احساس حمایت و امنیت می‌کند. با هر معلوماتی که شریک می‌شود، محترمانه و محرمانه رفتار کنید. پروسه را تشریح کنید. با آنها اطلاع دهید که گزارش سوء استفاده جنسی برای همه کارمندان و ادارات همکار الزامی است. با رضایت فرد قربانی یا شاهد، او را به بخش حمایت و خدمات مربوطه راجع کنید. مراحل بعدی را با وضوح مطرح کنید. حقوق آنها را توضیح دهید. با آنها اختیار دهید که چگونه و چه زمان داستان خود را به اشتراک بگذارند. حقایق را با دقت جمع‌آوری کنید. بر جمع‌آوری حقایق بدون قضاوت تمرکز کنید. از سوالات چرا خودداری کنید، زیرا ممکن است احساس متهم بودن را در آنان ایجاد کنند. در عوض سوالات عینی بپرسید، مانند چه اتفاق افتاد؟ کجا و چه زمان اتفاق افتاد؟ چه کسی دخیل بود؟ واقعه را گزارش دهید. شما می توانید از طریق تماس با شماره رایگان 410 آواز افغانستان و یا سیستم آنلاین راپوردهی سازمان ملل متحد راپورت دهید. همچنین شما می توانید وقایع را به افراد زیر گزارش دهید: رئیس سازمان شما به سطح کشور، رئیس دفتر، نماینده یا مسئول حفاظت از استثمار و سوء استفاده جنسی اداره شما، مکانیزم گزارشدهی مخصوص سازمان شما و یا مسئول هماهنگ کننده بین سازمانی حفاظت از استثمار، سوء استفاده و آزار و اذیت جنسی. با پیروی از این مراحل، ما از پاسخگویی و حمایت مؤثر از افراد آسیب دیده اطمینان حاصل می‌کنیم. ما با هم می‌توانیم به طور فوری، منصفانه، محرمانه و با حفظ احترام به وقایع آزار و سوء استفاده جنسی پاسخ دهیم. برای اطلاعات و گزارش ناشناس با شماره 410 آواز سازمان ملل متحد به تماس شوید.